در یک روز پسین ملا برادر و ملا حنفی از مقامات بلند پایه گروه خبرگرای طالبان به طور جداگانه اعلام کردند که گویا دولت جمهوری تاجیکستان در امور افغانستان مداخله می‌کند و تلویحاً تهدید کردند که خب این مداخلات به اصطلاح به قول این طالبان به پاسخ نخواهند ماند. باید به عنوان رهبر حزب کنگره ملی افغانستان اعلام بکنم که اظهارات ریاست محترم جمهوری تاجیکستان در رابطه با آنچه در افغانستان می‌گذرد در چارچوب ارزش‌های بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این خاص همه نیروهای خوشفکر و مترقی جهان است. اون خواست این است که در افغانستان یک حکومت همشمول بر اثر رای و انتخابات مردم باید با وجود بیاید. خب این خاص دموکراتیک است، خاص انسانی است و خاص درست است. در این خاص کجاش مداخله هست که گفتند این مداخله است؟ این یک. دو، همین اکنون که طالبان بر کرانه‌های رودخانه آمو در شمال افغانستان مسلط هستند، در واقع در مرزهای افغانستان، در مرزهای بدخشان با بدخشان تاجیکستان، پامیر انرژی از تاجیکستان برای شهرک‌های یا ولسوالی‌های بدخشان برق تولید می‌کند. اطلاعاتی که من دارم با وجود مشکلات فراوانی که وجود دارد و تحرک طالبان در این مرزها، دولت تاجیکستان گفته است که چون هوا سرد می شود و زمستان است، موجودیت طالبان در شمال افغانستان نباید باعث آن بشود که ما برق برای مردم بدخشان و کلا مردم شمال افغانستان خطا بکنیم. این حد نهایی یک برخورد انسانی و مسئولانه نسبت به کشور همسایه است که افغانستان باشه. ورنه می توانستند پامیر انرژی را بگن و برق خطا بکنند. این در حالی هست که قرار اطلاعاتی که من دارم هنوز پول برق بدخشان ها هم پرداخته نشده است. بنابراین نکته دوم. نکته سوم این که آنچه طالبان گفتند تنها متوجه تاجیکستان نیست، یعنی وقتی دارن ادعا میکنن که تاجیکستان گویا مداخله کرده است یا ما پاسخ خواهیم داد، همه کشورهای عضو پیمان امنیتی دست جمعی را تهدید میکنند. یعنی از فدراتیو روسیه تا جمهوری‌های آسیای مرکزی. این در واقع تهدید علیه تاجیکستان به تنهایی نیست، تهدید علیه همه این کشورها است و این برخلاف ادعایی است که طالبان دارند که ما حالا احترام گویا میگذاریم به کشورهای منطقه، در حالی که آشکارا دارن اعلام موضع میکنن که ما همه این کشورها را مورد حمله قرار خواهیم داد. معنای تلویحی سخن طالبان این است وقتی که میگن ما به هر حال بی تفاوت نخواهیم ماند. خوب بی تفاوت نماندن یکی از معناهاش همین است که ما میخوایم مداخله بکنیم. این سومین نکته. بحث دیگه این است که پاکستانی ها همین اکنون بر سراسر جهان میگردن، سفر میکنن تا این گروه به رسمیت شناخته بشوند. برای 5 روز تمام رئیس ISI فیض حمید در کابل ماند. در نخستین روزهای حمله طالبان به شهر کابل و حکومت میخواست بسازه و مداخله میکرد، رهبری میکرد، تنظیم میکرد، هم جنگ را در افغانستان هم برنامه‌های دیگری را که داشتن تصاویرش برآمد. اینو چرا نمیگن مداخله است؟ اینکه مداخله آشکار در کجای جهان دیده است که رئیس استخبارات یک کشور در نخستین روزهای تحول یک کشور رهبری اون کشور را به دست بگیره؟ در واقع ISI داشت رهبری میکرد، فیض حمید داشت رهبری میکرد. تصاویرش که برآمد چاپ شد، اینا چگونه میتوانن این کار بکنن؟ فراتر از آن آقای قریشی سفر میکنه به عنوان نماینده یا در واقع وزیر خارجه یک کشور تحت الحمایه که حالا افغانستان باشد و از کشورهای مختلف میخواهد که این گروه را به رسمیت بشناسند، در حالی که اینا از هیچ لحاظ قابل به رسمیت شناختن نیستند، نه به لحاظ ارزش‌های بین‌المللی، نه اعلامیه جهانی حقوق بشر، نه مسئله چگونگی حقوق زنها و نه حتی همون توافقنامه خائنانه و نیمبندی که در دوحه بود که نمیبایست مسلحانه وارد کابل میشدند که حتی اون هم رعایت نکردند. خب اینا چطوری میشود اینا به رسمیت شناخت؟ بعضی از اینها در لیست‌های سیاه هستند در سطح بین‌المللی و اینا تحت پیگردند به لحاظ حقوق بشری. خب اینا چگونه میتوانند کشورهای جهان با اینا تعامل بکنند؟ آقای عمران خان نخست وزیرشان در اجلاس عمومی سازمان ملل پیامش این بود که پشتونهای دو طرف مرز، یعنی پشتونهای پاکستان و پشتونهای افغانستان با هم روابط قومی دارند. علایقشان علایق قومی است، علایق ناسیونالیستی پشتونوالی است، نه مذهبی.
یعنی به یک نحوی میخواست بگه که طالبان خوب آنگونه هم که خیال میکنید مذهبی نیستن، چون این رابطه که میان ما و طالبان است مسئله پشتونوالی هست. با این جهت بحثشان بحث قومیت است، بحث قوم‌های پشتون در دو طرف مرز دیورند است، مرز رسمی دیورند است. و به این ترتیب ادعای پاکستانی ها، ادعای ناگفته ایشان در واقع این هست که مرز لوی پاکستان کرانه های رودخانه آمو در شمال افغانستان خواهد. اینا ادعای در این حد دارند، ادعای در این مورد دارند. حالا اگر او نمیخوان بیان بکنن ولی معناش همین است. برای همین عمران خان هی فشار وارد میکنه که شما باید نیروهای طالبان یا این حکومت طالبان به رسمیت بشناسید و برای امریکا میگه که ما حدود چندین دهه مترجم شما بودیم، در واقع غیر مستقیم، یعنی چرا به ما اعتماد نمیکنه و ما کمک کردیم به شما، مواظب ما هم باشین و از این دولت تحت الحمایه که ما ساختیم از این دولت حمایت بکنیم. خب اینا مداخله آشکار هم. وقتی وزیر خطر میرود مداخله است، وقتی رئیس آیسای میرود مداخله است، وقتی قریشی وزیر خارجه پاکستان از طالبان در سطح جهان میخواهد حمایت کند و کمکشان بکند مداخله است، وقتی آقای عمران خان میگه که پشتونهای دو طرف مرز با هم روابط خودی و قومی و ناسیونالیستی دارن و بسیار خوشحالن پشتونهای افغانستان که ما اونها را اشغال کردیم، یعنی گویا پشتونهای این طرف خط دیورند اونها را اشغال کردن. شرم‌آورتر از این سخن میشود گفت؟ این مداخله نیست. بگذاریم از این سالهای دیگری که مداخله بود، از همین چند روز پسین من میخوام بگم که و طور بی‌شرمانه اعلام حمایت کردن و بنابراین یقین دارم که نیروهای منصف، نیروهای بین‌المللی، وجدانهای بیدار میتوانند داوری بکنند که کدام کشورها در امور افغانستان مداخله کردند. اون کشورهایی که رئیس سازمان استخباراتیشان برنامه میریزد وسط و پایتخت یک مملکت دیگه که نامش افغانستان باشد، یا کشور میگه که خب همه اقوام باید سهیم باشن و انتخابات بشود و مردم دولتشان را انتخاب بکنن، تبعیض قومی نباشد، تبعیض علیه زنان نباشد، تبعیض علیه کودکان نباشد، یک جامعه انسانی با وجود بیاد. کدام یک مداخله است؟ مردم داوری خواهند کرد، هم درباره مداخلات پاکستان و هم درباره حسن نیت دولت جمهوری تاجیکستان و کشورهای دیگری و نیروهای دیگری که با آگاهی و عقلانیت سیاسی به مسئله افغانستان نگاه میکنند.